بعد از چند روزهای آفتابی ماه فوریه فصل زمستان هوا یک باره چند روز آخر سرد گشته. امروز در تمام مناطق کشور برف بارید. هواشناسان تاجیک احتمال سرد شدن هوا و باریدن برف را در روزهای 25 و 26 فوریه پیش بینی کرده بودند. این آفت طبیعی نابهنگام کاری کشاورزان مملکت را زیادتر نمود. خواجگی‌های دهقانی نامداری وطن حاجی نعمت و سامان شهر ترسونزاده که دارای زیاده از 600 گکتار باغ‌ها میباشد به طور اصول عنعنوی دودمانی تاکزارها را از خنکی امین نگاه می‌دارند. قومتای آب و هواسنجی تاجیکستان خبر دادند که روزهای نزدیک تا هوا خنک شده میشه. ما اینا مثال من حاضر سه روز شد همون معلومات ما وای کردیم، بروش انگورا را بس کردیم. حاضر همون خونیکی با تیارگاری دیده. من شما خیلی که دیده استودید، ما از سالهای پیش هم درباره این خیلی نامساعد آمدن آب و هوا کمتر تجربه داشتیم، همون حاضر تیارگاری دیده استودیم. برای این مثال در همون ادبیات و هم نوشته که همین خیلی آب و هوا وای آمدنشان ده من حاضر یک خیل پیشپسک انگورا کم کم با وای آمدگی عمل آمدگی همونا با ضرر نرساند گفته. سالی خیلی که شما خبر دارید همون سالی گذشته هم همین خیلی هوا بوده شدگی بود، اما حرکت کردیم و کردیم کمتون فایده کرد. برای همون امسال هم همون کارا تکرار کردم و حاضر تیارگاری دیده استادیم. متخصصان در شهر ترسونزاده میگویند که بر اثر برفریزی در حالت سردی سخت شدن هوا شبانه درختان گل کرده زردآلو، بادام، گیلاس شاید از حاصل باز مانند. میسوی و با گذشتنده همون حاضر آلوچه، زردآلو، بادام اینا گل کردگی اینا با تاثیر خودش میرساند. لیکن در هر حال حرکت میکنیم که همون خیلی دودباران کرده همونا را پیش گرفتن به حرکت میکنیم ده. دهقانان اصلی خواجگی‌های دهقانی نامداری وطن حاجی نعمت و سامان شهر ترسونزاده برای از سردی‌ها امین نگاه داشتن سبزوات و پالزی‌ها و درختان میوه‌دهنده به ساکنان توصیه‌ها می‌دهند. پیشگیری اگر علاجش میشه مثال همون کارتشکای وایبا پاره دیگر کاخ دیگر چیز قطعی بالاش پوشاندن این در هر حال فایده خودشان میرساند. اگه یک مثال ضرر کمتر اگر رسیدن پس هم در همون غذای وای داده وای کردن در کار خداخواد خودشان میگیرد. دود وای کردن در کار امکانیت باشد همون وقت خنکی ده همون دودباران کردن توصیه میتیم ده. بعضی از کارشناسان بران اندیشند که برف باریده به خواجگی‌های کشاورزی از جمله بعضی درختان ضرر رسانیده است. به هر حال دهقانان را میباید دلمانده نشده به طور اصولی عنعنوی دودمانی و یا با دیگر راه‌ها درختان را از سردی‌ها امین نگه دارند. گزارش خورشید حلیموف، طاهر سلیمانوف از شهر ترسونزاده برای برنامه اطلاعاتی نوید.